یه بازی جدید که اسمش من نمیدونم چیه، ولی بازی میذارم برید برید دانلود کنین و عشق کنین از مایکل. ما مدشدهش رو دانلود کردیم که من مدشدهش چیه و یه سری هم چینی. من رفتم بازی کردم داستان قشنگ فهمیدم. اینا نگاه کن، اینا همینجور اینجا برای خودم اینجوری عشق کنیم. بعضی هم تفنگ دستشون آقا رو میزنن، جنابالی رو میزنن. بعضی هم با هم واقعا میجنگن و اینجا باید پول رو جمع کنید. هر کدوم که میزنید فقط کارت و اینه. اما تو موجود چون که پول داریم نگاه کن زده 909 دیگه بیم دیگه عدد عجیز 1 میلیارد فکر کنم 1 تریلیونه پول داریم دیگه. اوکی 9 تریلیون پول داریم. من حس میکنم خب میتونیم اینجا یه زندگی برخونیم شروع کنیم. بچه من رفتم چیز خریدم برای اینجا اینطوری درست کردم. اومدیم ادامه اینجا رو خوشگلش کنیم. اینم میز باز سیلمیریه ولی باید به اینا برسم. من همه جا میرسم. من اینجا درست نکردم. اینجا فکر کردم مثلا میتونیم بریم تو خونه یارو، اما قوانین بازی عشق کرد برای خودش حذف کرد. آخه چرا؟ من اینو بردارم میشه میگیرم تپش کنم. اینجا قراره یه دونه چیز عشق بزنمش کن. نگاه کنیم بچه اینجا وارد میشین. اینجا گل خونه بعد برم چند تا گلم بخم بر اینجا. ما الان نیاز داریم با میز و میز دیگه. من بریم منو بخریم بچه. بریم وسیله مورد نیازمون رو بخریم. بودو راستی بچه سابسکرایب هم یادتون نره. زنگوله پایین و سابسکرایب رو بزنید یا مشترک شدن ای گوشتون فارسی بشه. بریم به تو چرخه بریم. تازه بچه مثلا اگه مثلا تو اولین خونه که میاین اینجاست بعد خودتون باید این خونه بخرین و عوض کنین. نگاه کن اینجا فقط براتون ماشین میندازه. مثلا دنبال ماشین اگه باشید جنابالی اگه اجازه بدهد بچه از این یارو شانس نبودیم ما. نو باشد. بیا بریم بچه. اگر مثلا از این ماشین خوشتون نمیاد یه جا دیگه هم